شرکت برق تاجیک در حال از جاری شدن لیمیت برق خبر می‌دهد که 70% اهالی روستانشین تاجیکستان نیم ماه باز این جانب با محدودیت نیروی برق می‌گیرند. بنابر شهادت ساکنان مناطق جمهوری، آنها در یک شبانه روز از 6 تا 8 ساعت نیروی برق می‌گیرند. در حالی که لیمیت انتقال نیروی برق رسما اعلان شد، اما شرکت برق تاجیک انیق نگفته است که ساکنان جمهوری در یک شبانه روز چند ساعت نیروی برق خواهند داشت. خود نبود نیروی برق و انتقال و قطع شدن آن بدون یک رجه معین برای ساکنان کشور مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. بیرون از دوشنبه ما از ساعت 6 گیرو میکنه تا ساعت 10 خیز میشود. یعنی شبانه؟ شبانه. از سحری هم ساعت 5-6 گیرو میکنه تا 9-10 گیرو میکنه. نه که 5 بگم میتونن تو ساعت 12 هم خیلی میکشن باید. خب مثلا ساکنان وقتی که برق نیست با چخل مثلا خوراک میپزن یا که همین مسئله چخل حل میکنن، مثلا روشنی و این چیزها؟ خیلی این شیخ شما بسته اینه که وقتی که چی ده برق چی ده میکشن که بیهده چی ده میکشن او دورن با خودشونه چی دورن شرایط دورن. خیلی زمینی هم خونه که شرایط دورن. وقتی برق میکشن من یگان پرابلم با وجود میبیاید خونه چقدر؟ البته اگر زمستان باشد خنک میشود. در تابستان مثلا حاضر گاز نیست، پلیتا با میپزیم اوقاتویا. البته بعد پرابلم. برق تاجیک از ساکنان دعوت کرده است که از نیروی برق صرفه‌کارانه استفاده کنند و حق برق استفاده شده را سری وقت پرداخت نمایند، زیرا با تاکید مسئولان برق تاجیک معیار انتقال برق نه از روی ساعت بلکه کیلووات ساعت معین کرده شده است و هر قدر برق صرفه‌کارانه استفاده برده شود مدت استفاده آن زیاد می شود. جاری شدن لیمیت یا انتقال برق به اهالی تاجیکستان در حالی است که از امروز دوشنبه 1 نوامبر قیمت نیروی برق نیز برای اهالی، شرکت و کارخانه‌ها و پایگاه‌های آبکشانی بالا برده شد. پایه قرار حکومت تاجیکستان که آن را امامعلی رحمان روز 1 اکتبر سال جاری امضا کرد، قیمت 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی از 12.6 درم قبلی تا به 14.165 درم بالا برده شد. تاجیکستان در فصل سرما از نارسایی تقریباً 2.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق رنج میبرد. کشور هر سال از ماه اکتبر تا ماه می مجبور می شود نیروی برق را به استثنای دوشنبه و چند مرکز صنعتی دیگر با لیمیت خیلی شدید تقسیم کند. باز فقط در ولایت بدخشان تاجیکستان فرق می کند که از ابتدای سالهای 2000 شرکت پامیر انرژی ساکنان این ولایت را با برق دائمی تامین می کند. عبدالله اشرف، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.